رفقا سلام، خیلی مخلصیم. صبحتون بخیر باشه. تقریبا یه روزی نخوابیدم هنوز و اینکه قیافم فکر کنم مشخص باشه، چشام ترکیده. داشتم کار میکردم تا الان، ولی یه موضوعی تو ذهنم اومدش که چند بارم حالا تو ذهنم بود می‌خواستم ضبط بکنم. 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش یه ویدیو گذاشتم. مودم ZLT X28 بود که خریدم. مودم سیم کارتی بود، تقریبا ارزون ترین مودم 5G ایران که به صورت استوک همینه وارد میشه. خیلی استقبال خوبی ازش شد. حالا نسبت به چنل خودم 17000 تا 18000 تا بازدید خوردش. خب برای خودم یه پیشرفت خیلی خوبی بود. حالا اینکه تا الان نتونستم ویدیو بسازم به خاطر اینکه درگیر کار و پروژه اینا بودم. حالا تو ذهنم بود که تو این 3-4 ماهی که ازش استفاده کردم نقاط مثبت و منفیشو بیام بهتون بگم که حالا اونایی که هنوز تهیه نکردن یا دوست دارن بخرن با یک مقدار دید بازتر این خریدشون رو انجام بدم که شاید به دردشون بخوره. بریم ما هم بررسی کنیم که ببینیم چه مودمی است. خب آقا، ما اون ویدیویی که اون موقع ضبط کردیم من با سیم کارت ایرانسل تست کردم. اونم TDLT ایرانسل بود، نه سیم کارت FT معمولی. فوکوس هم خوبه نمیدونم. ببینید کلا استفاده از مودم سیم کارتی بستگی به شرایط منطقه‌تون داره که چه اپراتوری اونجا سرعتش بیشتره، فرکانس بهتری داره، دکلش مثلا نزدیکترتون باشه. حالا تو این 3-4 ماهی که من از این مودم استفاده کردم، مثلا تو خونه ما همراه اول از همه بهتر بودش. بعد یه چیز جالبه، من معمولا TDLT سیم کارتش سرعتش از FT پایین تره، محدودیت سرعت داره. مثلا تضمین میکنم میگن تا 80 مگابایت مثلا بهتون میده، ولی مثلا من با TDLT که اسپید سرعت میگیرم میشه 80 مگابایت 90 مگابایت، ولی با سیم کارت معمولی ایرانسل FT سرعت میگیرم میشه 30-40. خیلی مثلا به درد نخوره واقعا، اینجوری خیلی اذیت میکرد. بعد تو ذهنم بود گفتم خب سیم کارت دیگه رو برام تست کنم. یه سیم کارت همراه اول داشتم انداختم تست کردم، یهو دیدم مثلا سرعت که اون 50-60 بود 80 بود یهو رفت رو 200 خورده. خب این خیلی خوب بود سرعت دانلودش، که حالا بخوای سرعت دانلود حساب بکنی باید تقسیم بر 8 بکنی دیگه در بیادش. هیچی حدود 20 خورده مگ، مثلا 20 خورده مگ سرعت دانلود میداد. میگم خب ولی خب چون اینترنت به صورت سیم کارتی شما داری استفاده میکنی پایدار نیست، اصلا استیبل نیستش. ولی آپلود یا 20 بود یا 5 مگ بودش، این خیلی بد بود برام. خب من هم آپلود نیاز دارم هم دانلود. بعد سیم کارت دیگه رو اومدم تست کردم، مثلا رایتل اومدم تست کردم. رایتل سرعتش تا 80-90 میرفتش، تا 100 میرفتش. الان در حال حاضر تو این مودم زیبا دارم از سیم کارت رایتل استفاده میکنم که حالا از یه جهاتی بسته‌اش حالا بصرفه‌تر بود. کلا مودم سیم کارتی از این جهت مزخرفه که ارزش خرید واقعا توی خریدن بسته نداره، خیلی گرونه. 4 تا کار انجام میده یه 30 گیگ بره تموم میشه میره. الان مثلا این یه تخفیف زده بود رایتل، یه ماه 30 گیگ مثلا 120 تومن پول داده. واقعا نمیارزه. از این جهت باید نگاه کنی. از جهت هزینه بخوای واسه بسته خریدن نگاه بکنی واقعا به صرفه نیست به نظرم مدل سیم کارتی. حالا یه موقع یه مودم جی بیه بخوای این ور اون ور بری اون اشکال نداره، من خودم دارم مودم جی بی دارم استفاده میکنم، یه مودم جی بی استفاده میکنم. ولی اینکه ثابت تو بخوای کار انجام بدی، مثلا طراحی تدوین، حالا من مثلا خودم یه عادتی دارم که همراه کار کردن یه چیزی هم باید ببینم، یه ویدیو مثلا تو یوتیوب پخش کنم، سریالی چیزی ببینم، همزمان با یه صفحه میبینم با یه صفحه هم کار میکنم. خب خیلی نت مصرف میکنم، قطعا هوش مصنوعی استفاده میکنم، سرعت نت باید بالا باشه، پایدار باشه، اذیت هم نکنه، هم آپلود هم دانلود. از سیم کارت دیگه هم استفاده کردم، مثلا سیم کارت آپتل انداختم که کلا مزخرف بود، تا 20 مگ سرعت میداد، آشغال بود کلا. ولی خب دیدم که بهترین چیز همراه اوله. ولی من همراه اول بسته شبونه گرفتم، خواستم یه چیز دانلود بکنم، یه مصرف منصفانه داره، 100 گیگ مثلا فکر کنم اینجوری بودش. ولی 100 گیگ که تمام میشه سرعت رو افت میکنه، مثلا میاره فکر کنم رو 512 1 مگ چقدر. ولی بعدیش اینه که بسته رو تو نمیتونی لغو کنی، باید دیگه استفاده بکنی. اون ساعت 1 بامداد بعد تا 11 صبح میرسه، تو دیگه باید از اون بسته میره خود به خود رو اون سرعتش میاد پایین، از بسته‌های دیگه نمیتونی استفاده کنی. این خیلی بده واقعا، مزخرفه
دیگه پرت کردم همراه اول اونور رو، از همون فعلا رایتل استفاده میکنم. این مودم به نظرم مودم خوبیه توی سرعت گرفتن، توی پهن و باند گرفتن، این سرعتش خوبه واقعا. حالا یکی دو بار من مودمو اینجا گوشته بودم تو همراه اول که تست کردم 5G شد، ولی 5Gش از 4G پلاس سرعتش خیلی پایین‌تر بود. چرت دیگه، سرعت واقعی نیستش که. ولی تو بین مودم‌ها من نظرم مودم خوبیه اگه خوبش گیرتون بیفته. حالا من ویدیو بررسیشو که گذاشتم اگه ندیدید حتما ببینید، اینجا براتون میذارم بالا، به کارتون میاد. چون من بار اول مودم گرفتم طرف کرد تو پاچمون، به اسم پرو گرفتم ولی معمولی فرستاد، پس دادم دوباره معمولی گرفتم. به نظر من اگه مثلا مستاجر نیستید، حالا مستاجر هستید و قرار بمونید فعلا، اگه صابخونه که چه بهتر، به نظر من برید اول سراغ فیبر نوری. تو خیلی مناطق الان دیگه اومده، تو نقشه همون سایت ایران TTX بود یا یه F هم بینش داشت یادم نیست، تو اون که برید نشون داده مثلا محدوده پوشش شما فیبر نوری داره یا نه تو منطقه‌تون. بعضی جا مثلا نداره فعلا، چند ماه دیگه میاد، مثلا میبینید 4 تا کوچه اونورتر اومده، اینجا هنوز نیومده. بعضی جا هم هست، خیلی میگن نمیان نصب بکنن. مثلا اینکه بچه‌ها بودش که من باهاش صحبت می‌کردم، گفت ما تو محدودم بود ولی هرچی زنگ می‌زدم طرف گفت آقا ما نمیایم مثلا نصب بکنیم اونجا، شرایطش نیست. بعد میگم من فهمیدم اینا دردشون پوله. گفتم آقا من پول کابل کشی و فیبر رو همون کابلا رو خودم میدم بهتون، شما فقط بیاد برای من نصب بکن، من نیاز دارم. گفتم حالا شد. طرف اومد مثلا نصب کرد. حالا اون موقع مثلا چند سال پیش بود فکر کنم میگفت گیرت 1 خورده پول بوده. الان بخوای فیبر نوری تهیه کنید با بسته اولی و مودم و کابل کشیونه یه چه حدود الان 6 7 تومن در میادش. الان خیلی شرکت‌ها داره، مخابرات داره، ایرانسل داره، رایتل داره، شاتل داره. ایرانسل اقساطی میده، اگه تو محدوده پوششتون هست حتما ایرانسل بگیرید. فکر کنم خود مخابرات هم یه طرح اقساطی داره، طریق مخابرات من برید اونجا درخواست بدید انجام میدم. میگم سعی کنید از فیبر نوری استفاده کنید، بهترین چیز الان فیبر نوریه. چون یه آماری که میخوندم میگفتش که تو ایران 75% مردم 75% مردم از همین نت های سیم کارتی و همراه استفاده میکنن، 20-25% از کابل استفاده میکنن، ADSL VDSL فیبر نوری. واسه همینه که استیبل همیشه. ولی برعکس تو کشور اروپایی 75% از فیبر نوری دارن استفاده میکنن، از کابل کشی دارن استفاده میکنن. حتما اولویتتون بذارید روی فیبر نوری. حالا ADSL مثلا دیگه گزینه آخر باید باشه، اگه کارتون خیلی حرفه‌ای ADSL قطعا به درد نمیخوره. VDSL باز یک مقدار بهتره، ولی میگم وقتی بذارید تو فیبر نوری پیگیری کنید، به در و دیوار بزنید خودتون بیان براتون نصب کنن. اگه نشد دیگه نهایتا برید سمت مودم‌های سیم کارتی. ولی اگه میخواید این مودم رو تهیه کنید به نظر من خوبه، ولی همه چیشو در نظر بگیرید که استیبل نیست، بعضی موقع سرعت میاد پایین اذیتتون میکنه. اینش خیلی برای من با خودم اذیت کننده بودش. و اینکه بسته هاش واقعا گرونه، به نظر من اصلا نمیصرفه. این نامردی یه جورایی دیگه، هر کی یه قیمتی برای خودش مثلا گذاشته، خیلی قیمتش بالاست. من مثلا اینجا خونه خودم پیگیری کردم، هم فیبر نوری مخابرات میدن هم ایرانسل داره تو نقشش. زنگم زدم گفتن اوکیه. ولی خب احتمال مثلا داره از اینجا بلند شم چون مستاجرم، خب نمیخواستم هزینه کنم، منتظرم برم مثلا خونه بعدی ببینم اونجا شرایطش چجوریه، ببینم کیا کدوم شرکت سرویس میدن و در اونجا تهیه کنم دیگه. اینو پرت میکنم بیرون یا اینکه حداقل میذارم میفروشم میشه، حالا نگه میدارم نمیدونم دیگه. ولی تا الان که فعلا کارم رو راه انداخته و خیلی هم پرسیدم تو نظرات و کامنت های، هم اون ویدیو قبلی که ساختم هم جای دیگه خوندم، اکثرا گفتن که این به درد گیم نمیخوره، گیم آنلاین اصلا از سمتش نرید، مخصوصا میخواد وارزون بزنید فلان کنید. بازم میگم بستگی به منطقه‌تون داره. الان همراه اول برای من اینجا مثلا 200 مگ سرعت میده، یکی از رفقا تو خونه‌شون میگیره 600 مگ همراه اول سرعت میده. خب شاید خوب باشه اونجا. اگه کارتون گیمه، دنبال گیم پلی دادنید، پینگ خیلی پایین میخواید، دانلود آپلود استیبل میخواید، حتما برید سراغ فیبر نوری. این میگم مثلا دانلودش 200 مگ، آپلودش یا 20 مگ. ولی شما فیبر نوری مثلا سرعت 100 مگ هم سفارش بدی، آپلود 100 فیکس، آپلود هم 100. راستی ایرانسل گفتم یه چیز خیلی خوب داره، اونم الان با مودم و بسته اولینا 6 7 تومن میفته با کابل کشی. ولی جالبیش اینه که بسته اولیه که بهت میده یه بسته 3 ماهه بهت میده با سرعت 1 گیگابایت با حجم اولیه 3 ترابایت 3 ماهه. خیلی خوبه. حالا بعدش که تمام میشه باید هزینه کنی بخری، ولی اینش خیلی خوبه. 3 ترابایت بهت میده با سرعت 1 گیگ 3 ماهه. برو اشغال کن، هرچی بخوای میتونی دانلود کنی. اینش خیلی خوبه دیگه.
هر چی بخوای میزنی دانلود میکنی دیگه. مثلا گیم میخوای پلی بدی، فیلم دانلود کنی، بازی دانلود کنی. ولی میگم در کل حرفم اینه، این مودم اگه میخوای بخری به عنوان مودم سیم کارتی که حالا کارت راه بیفته مثل من ازش استفاده کنی یا داشته باشی تو خونه، در حد اینکه خانواده ازش استفاده بکنن، یا همین در حد یوتیوب گردی و یه سری کار آنلاین و طراحی و هوش مصنوعی جواب میده. با سیم کارت ها رو تست بکنی. شاید الان همین مودمو داری یا یه مودم سیم کارتی داری که همه سیم کارتا بهش میخوره، مثلا سیم کارت ایرانسل انداختی توش، میبینی داره اذیتت میکنه، ولی برو تست بکن. یه رایتل هم بخر، یه همراه اول هم بخر، یهو میندازی میبینی همراه اول تو خونت ساپورت میکنه. رایتل یهو میبینی سرعت خفن بده، اون موقع جواب برات راحته. ولی اینم در نظر بگیرید که بسته‌اش گرونه، سریع تموم میشه، خورده میشه، اصلا همینجوری میندازید با گوشی معمولی هم وصل میشید، دو تا اینستا رو بالا پایین کنید یا علی مدد هم کل نتت میپره. اگه میخواید این مودم بگیرید به عنوان مدل سیم کارتی که حالا میگن اسمن 5G ولی منطقه باید ساپورت بکنه، کیفیت خیلی خوب باید بده، 5G خوب باید باشه، بگیر. به نظر من خوبه، مودم خیلی خوبیه، ولی تمیزش رو باید گیر بیاری. من خدا شکر این بار دوم که گرفتم مودم تمیزی بودش، قشنگ اذیتم نکرد، 24 روشنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. یه داغی خیلی نسبتاً گرمای نسبتا کمی هم داره که طبیعیه. این مودم حتما بخرید، خوبه به نظر من. ولی باز میگم پیشنهاد میدم که برید سراغ فیبر نوری. اصلا اگه میخواید هزینه بکنید ریسک نکنید، چون الان باید 7 8 تا پول بده بخری، 7 8 تا برو پول بده فیبر نوری بگیر، با مودم و کابل کشی و بسته اولی اشغال کن. قسطی هم میتونه بگیر. خیلی ممنون که دیدید این ویدیو رو. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگه سوالی داشتید داخل کامنت ها بپرسید، من تقریبا همه رو جواب میدم. یعنی میشینم یه شب میخونم یا همه رو جواب میدم. باز اگه سوالی در مورد همین مودم داشتید یا بحث اینترنت و حالا چیزای دیگه حتما بپرسید. خیلی مخلصیم. من برم بخوابم دیگه. یا علی.